و دوم اینمی هر چیزی که ای چوب بیار، ای گوسفند بیار، بز بیار، روغن بیار، آرد بیار، برنج بیار، اینا خوردن از داماد از اینمی شاه حرام است، حرام است. اینا براتون میگم. حتی در مذهب احناف شما برین تحقیق بکنین، در کتاب های احناف ایرا بیخی رشوت گفتگی است، گفته ای رشوت است، این جایز نیست. اما متاسفانه بعضی ملاها اجدار وارستند. خودش ملا است، در مجلس بالا سرشتگی است، سر 10 لک بته 20 لک بته یک گوسفند بته، این ملای ظالم خود حنفی ها میگره، نمیخیزه بگه که نفر ما این حنفی ها هستیم، در کتابای احناف رشوت آمده نمیا، غیر از این مهر دیگه چیز بالای این بچه نیست. با الله قسم است این ازدواج هایی که امروز صورت میگیره مطابق اسلام نیست. الا ماشاءالله که ازدواج های باشه که فقط و فقط مهر تعیین شوه، شاهدا باشن، رضایت دو طرف باشه، بسیار با حالت آسان، بسیار با حالت سهل، بسیار حالت آسان برن بخیر ازدواج کنن، نکاح زندگی خوب کنن. امین نکاح هایی که در مناطق ما و شما مروج است خلاف دین الله است، خلاف طریقه پیغمبر است. این نکاح هایی که صورت میگیرد اصلا به اسلام ربطی ندارد. مثلا اینمی بچه بیچاره را در بدر میکنن که اینه قدر بر ما روغن بیار، اینه قدر آرد بیار، اینه قدر فلان بیار، او بچه میره قرض کو وام کو خود در بدر کو میاره. اینها همش رشوت است و بالخصوص در مذهب احناف بخیر رشوت گفتگی است. بجز از اون مهر، اون مهر هم حق دختر است. اون مهری که دختر تعیین میکنه اون امور قرآن چیزی گفته او پرداخته میشه. بعد نکاح اینمیست که دو تا شاهد می باشه، شاهدات وجود می داشته باشه، ایجاب قبول میشه، خلاص قبولش کردی، قبول کردم، خلاص. اما به شکلی که امروز که اینقدر سختش کردین، شرایط ازدواج سخت کردین، اصلا وجود نداره شرایط که باید در فلانی تالار روسی باشه، اینه قدر مردم بیایه، 500 600 400 نفر بیایه. اینها شروط ازدواج، شروط نکاح نیست. شروط نکاح اینمیست که رضایت دو طرف باشد، پسر و دختر راضی باشند، هر دوشان یکی دیگر قبول داشته باشند، شاهدا وجود داشته باشه، رضایت والدین باشه، پدر و مادرش رضایشان باشه، محرم تعیین شوه. محرم حق کی است؟ حق دختر است. یادتان باشه مهر حق پدر و مادر یا از بیادرها از فلان و فلان نیست. حرام است که پدر یا مادر یا بیادرها یا کاکا یا هر کسی حقی دختر بخوره. این حق مهر فقط حق دختر است. و دوم اینمی هر چیزی که ای چوب بیار، ای گوسفند بیار، بز بیار، روغن بیار، آرد بیار، برنج بیار، اینا خوردن از داماد از اینمی شاه حرام است، حرام است. اینا براتون میگم. حتی در مذهب احناف شما برین تحقیق بکنین، در کتاب های احناف ایرا بیخی رشوت گفتگی است، گفته ای رشوت است، این جایز نیست. پس اینمی شرایطی که امروز ما به اصطلاح از دل خود ما کشیدیم که امروز متاسفانه جوانا غرق دریا میشن، جوانا زیر قرض گرفتار میشن، جوانا معتاد میشن، جوانا میرن طرف یونان اونجا غرق میشن. به خاطر چی؟ ولا بریم قلینه پیدا کنیم، ولا بریم تویانه پیدا کنیم. خسرام خوشوام ظالم به نام داماد سال از مدام میخوره، نمیفهمه که حرام میخوره. خسر و خوشویی که از داماد پول میخوره غیر از اون مهری که تعیین کردگی است، اون مهری که دختر میگیره، اگر یک افغانی هم میخوره حرام است. یادتان باشه. غیر از اینکه خود داماد همکاری بکنه، از روی دلسوزی همکاری بکنه. در غیر از این از داماد چوب گرفتن، مثلا گوسفند گرفتن، قلین گرفتن که برنامه‌های مختلف، اینا حرام است. هیچ لازمه فقط مهر است، بس خلاص. رضایت دو طرف است، بس خلاص. دو دانه شاهدا باشن، بس خلاص. فقط نکاح میشه، برو بخیر. این تو یک نکاح آسانه در اسلام و ولیمه در اسلام است. او به پیشنهاد خود بچه است، خود بچه، خود داماد. اگر ولیمه داد، مثلا یک گوسفند که را میکشه، در حدیث آمده که اولیم ولو بشاتین، ولیمه بکو ولو یک بزغاله است، یک بزغاله. حدیث پیغمبر است اولیم ولیمه بکو ولو بشات، ولو که یک دانه چی است؟ بزغاله است. اما این شکلی که امروز که حتما باید تالار بگیری، اینا نیست. اینا خلاف اسلام است. بازدهی تالار میرن، چنان منکرات انجام میشه، باید فلان ساز بیایه، فلان آواز بخونه، فلان بیایه اینجا بازی کنه، زن و مرد خلط و ملط با یکی دیگه قلاج بازی کرده رایستن، ولی بیادر آروس است، ایور آروس است، او فلان است، یکش کاکایش است، زن و مرد گده و خلط و ملط تالارای روسی چی میکنن؟ بازی میکنن، رقص میکنن. اینا خلاف اسلام است. موسیقی به اینها خو بدون شک حرام است. هر کسی که موسیقی گوش میکنه و بازی میکنه یا میکنه، اینا اون دوستن. خب یادتان باشه که رقص و بازی و موسیقی اینا از اون دواست، از مسلمانان نیست.
یعنی مسلمان بگه که ما مسلمان هستیم بازیام میکنیم، نه اینا به اسلام ربطی نداره. اونا قرآن میخوندن، مطابق قرآن زندگی میکردن، مطابق روش پیغمبر زندگی میکردن. نه ای که امروز مطابق امروز فرهنگ غرب آمده پیاده شدگی است، تالارا رکی کشیده. اگر همی بچه شرایط ازدواج ما آسان بگیریم، همی شرایطی که اسلام گفت، خلاص این بچه به کمال تقوا میرسه، این بچه از گناه دور میباشه، از زنا دور میباشه، از ناموس مردم، از فکر ناموس مردم دور میباشه. خلاص این رقم ازدواج اسلامی است. اما متاسفانه بعضی ملاها اجدار وارستن، خودش ملا از مجلس بالا سرشتگی است، سر 10 لکبته 20 لکبته یک گوسفند بته، این ملای ظالم خود حنفی ها میگره، نمیخیزه بگه که نفر ما این حنفی ها هستیم، در کتابای احناف رشوت آمده نمیاد، غیر از این مهر دیگه چیز بالای این بچه نیست. باز گپ برای دلار بالا رفته، دلار پان آمده، فلان آمده. فکر از اینکه دختر کدام گوسفند باشه، کدام بز باشه، کدام مازاد، کدام حیوان باشه، سرش بای بازی میکنن. خود دختر اونمو جا یک مهر تعیین میکنه، اونمو را بچه پرداخت میکنه، یا اونقدر بلند نام لازم نیست، به حد توانایی بچه. اون بچه که خود چی میکنه؟ مهر تعیین میکنه. نه ای که اینقدر مصارف های بی جای که برای ما 500 نفر بیاری که ازدواجت، نه هیچ لازم نیست، هیچ لازم نیست. اما اینا خلاف اسلام است. عروس بیبی که میبرن در 3 روز آرایشش میکنن، این در کجا اسلام آمده است؟ در 3 روز نماز نمیخونه، باز میگن اولادش خوب نبرآمد. خود در 3 روز نماز نمیخون، 3 روز نماز ترک کرد. داماد بدبخت در 3 روز 4 روز 400 شراب میزنه که داماد است. این عروسی اسلامی است؟ داماد بگو نماز نمیخونی، ولی میگه نو تازه آرایش کردیم، نماز حکم الله رو ترک میکنه به خاطر آرایشش. زن میگه وقت نماز سوز زنکه، او دختر وقت نماز از بیا وضو بگی، میگه آرایشای میره. خلاص از بر یک عروس 50 تا عروس دیگه باز جور میشه. 50 نفر دیگر هم بیبی که آرایش کردین رفتین کدام عروس، و میگن نماز چی کنیم؟ ما اینجا یک هوس آرمان داریم. یا هوس آرمانتون در جهنم کدتون میبره. دینتون نیست که شما جورش کردین، از دین هر چی که دلتون شد بکنین. دین نمیست که مطابق پیغمبر زندگی بکنی. مسلمان در هر حالتش به شیوه، اگر زن از مطابق ازواج پیغمبر، ازواج مطهرات پیغمبر، خانم های پیغمبر خود جور میکنه، نه مثل از غرب زده ها قولار لچ میکنن در روی سرک بگرد چی است ولد شاگشت برآمدیم عروست چه کار میتن. خلاص این خود دیوسی است، این خود سوچ دیوسی است. داماد گرفته میارن در داخل چیز داخلش میکنن، بیا یک بازی کنن، باز یک کار دبرش میته، آقا داماد میگه بخون چیز کنه، کیک میده بکنه، پیسه بده. این مردگوی نیست؟ شاد در مقابل زنا، در مقابل دخترها بازی میکنه، کیک توتا میکنه و فلان میکنه، ددن عروس میکنه، باز 5 تا دخترگان بیادب پیشه. این کجاش اسلامی است؟ باز میگم بیاری برادر عروس بری کمر عروس بسته کنن، این دیگه دیوسی دیگه. کمر عروس بسته کردن در کجا اسلام است؟ کمر عروس بسته کو چی؟ نان میگه یک پارچه نان برید در کمر عروس بسته کنید. در هر جای توکل ما به غیر الله شده، معاذ الله. توکل انسان به الله میکنه، عروسیش طبق شیوه پیغمبر گذار میکنه. نه ای که هر چی که دلش آمد، هر چی که مردم کرد، ولی مردم هم تو کرد، مردم در جهنم میره، تو کدش میری؟ تو برو یک دفعه دین تا بخون، در دین همین چیزا هست. من ایران هستم که در مجلس چطور همی ملا خیست نمیزن، نو بدر خلاف کار میکنین. حالا همین داماد اولاد شماست، این همین داماد اولاد شما میشه، سب روز همین دخترتون میگیره. چرا شما این زیر قرض داخل میکنین؟ چرا این میگن برو زمین تا بفروش، خانه تا بفروش، بیار ما نان بدی؟ چی نیاز است که مردم نان بدی؟ مردم نان بدی میشه ندیان. صحابی توی میکند، همسایه پیغمبر است، رسول الله سلام میبینه که یه عطربوی میته، کالش نواست، میگه چی؟ میگه ما روسی کردیم. پیغمبر خبر نداره، همسایش روسی کرده. اما ما خیشای گوسفندارم میره خبر میکنیم که ولا فلان فلان قومای فلان قومای ماستن، قومای داماد کاکای فلان کاکای ماست. خلاص مقصد 1000 نفر پوره شوه، کمر داماد بیچاره را میده کنند. این اسلامی است. یعنی پیام مرا به هر کسی میرسانن برسانن، در هر مجلس باشن، من میایم از امون فرد دفاع میکنم. با الله قسم است این ازدواج هایی که امروز صورت میگیره مطابق اسلام نیست. الا ماشاءالله که ازدواج های باشه که فقط و فقط مهر تعیین شوه، شاهدا باشن، رضایت دو طرف باشه، بسیار با حالت آسان، بسیار با حالت سهل، بسیار حالت آسان برن بخیر ازدواج کنن، نکاح زندگی خوب کنن، برن خانه شون جور کنن. نه که برن قالین فروش یک تو صداش کنه، دیگ فروش یک تو صداش کنه،
برنج فروش دکاندار یک صداش کنه این بیچاره عروسی کرده یا در غم قرضدارا مونده. اینو میده کی کرده؟ ما و تو کردیم. ما و تو از اینمی کارهای بیدینی دوری کنیم. باید باز بعضی نفرای دیگه میشینن نیمه نکاح، یک بدبختی دیگه برآمده، نیمه نکاح، یک نکاح یک نامزادی میکنن، یک نکاح دیگه در چیز میکنن. به خاطر نیمه نکاح میکنن که امی داماد برای کار بکنه و یگان وقت بیای باز امی خوشوی بدبختم باز چی بگه دختره که مدیدی باز نشانش بتوجه باز یا باز رابطه نامشروط دیگه خواه باز او یک دقیقه میبینه نامزاد بازی که فلان که یا آرام است تا که نکاح نشه خلاص است. نامزاد بازی یا آرام است. فقط یک نکاح از اسلام که انسان یک دفعه نکاح میکنه، چی در دوره نامزادی باشه چی در دوره عروسی باشه. نامزادی اصلا چیز نفر همی که دید نکاحش میکنه خلاص خانم شده دیگه. چی در خونه پدرشان باشه میتونه بیا ببینش، کسی مانع شده نمیتونه. نکاح یک نکاح، نه یک دفعه نکاح میکنه والا مهرش مانع فلان، نه نکاح یک نکاح.